بعضی از دلسوزی ها خیلی ببخشید به چونسوزی میافته آخه آدم میگه گناه داره، آدم دلش میسوزه، یهو میفهمی به چونت داره میسوزه، بدبخت نه دله. چرا اینو از کجا میگی؟ چون دلسوزی های کردن بعدم تو اونشو بعدها دادن. آدم اگه به بازه به خودش میبازم غیر اینه؟ شما به کی باختی؟ من به زندگی، به دلم. اگر پول داشته باشی بهترین دامادی، بهترین برادری، نداشته باشی هیچی نیستی، هیچی. بهتون میگم شاید فرشته نجات من بودی شاید باور نکنی. چرا؟ من قصه‌ام شده بود دیگه، گفتم خدایا کجا برم من این موها رو کوتاه کنم. اما تنهایی چیه؟ بی خدا بوده. اگه بخوای کتاب زندگی خودتو بنویسی چجوری شروعش می‌کنی؟ مثلا بازش نمیکنه. آقا دست گلت در فدای تو بشم عمو. کاری که نمیتونیم بکنیم، فقط یه دعا برات بکنیم، یه دونت بشه 100 برابر.